دیگه که منتقد شد. تو هم تو ذهن کارتو بیاری. دستتون آره آماده ای؟ هر موقع آماده بودید بگید هم چی؟ نه من میام بچه ما هم دوست باشید دعوا نکنید خیلی ترس باشید مگه خودت نیاوردی؟ مگه گردنم اینجوری گرفته بود کمرم هم گرفت. برای اولین بار انقدر که دیگه اوضاع خراب شده برای اولین بار در تاریخ امارت میخوام با دست زدن پایان نامه رو بیاریم. الان یه سوال دارم پشت میز آسیب رو نشون بدیم. بلکه حتی میزبانی بود دیگه. دستی چی بود؟ مهمان ناخوانده چه مهمانی بوده وای خیلی جالب بوده خیلی جالب بچه چرا فرق چرا همتون امروز عجیب غریب شدید؟ اونجا چرا؟ پایان نامه رو تحویل میدیم دیگه. من دیگه دارم واقعا بی‌درنگم نمی‌شم الان غیری؟ پایان نامه رو بیارم براتون دیگه تموم شد. اینا رو باید بخونه. میتونم خواهش کنم که همه تشریف بیارید اینجا بیسیک لطفاً شما همون نفر نفر اول بله. شما اینجا ببینیم که پایان نامه قسمت کی میشه. یه لحظه اجازه بدید یه زنگ به چرخونه چی؟ نه امروز بخواید یه بلایی میخواد سر ما بیاره. بریم سراغ این که ببینیم ببینیم سراغ کی میره پایان نامه امروز. بریم سراغ وحید عزیز ببینیم میز پایان نامه مال وحیده یا ازش فرار میکنه. نمیشه ببین هرچی هم باشه یه وزنی داره. ببینیم خود میز سمت کی میره. بعد هیچ تشکیلاتی من این برم بزنم میزه